در این روزها که شبها کوتاه شدن، تعداد زیادی از جوانان را میبینیم که برای نماز صبح بیدار نمیشوند. بسیار خطرناک است والله، بسیار خطرناک است والله. در سفر معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم مردمانی را دیدند که کسانی بر بالای سرشان ایستاد بودند که همراهش سنگهای بسیار کلان بود. بعد با این سنگهای کلان میکوبید بر بالای او شخصی که پایین خواب بوده است و سرش را میشکستند و توتا میکرد و تکه میکرد تا ای که متلاشی میشد. باز این سرش جور میشد، باز از دوباره این میزد، سرش میشکست و توتا و تکه میشد. رسول صلی الله علیه و سلم از جبرئیل پرسان کردن اینها چه کسانی اند؟ جبرئیل فرمود هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة. اینا کسانی هستند که سرهایشان برای نماز سنگینی میکرد، برای نماز بیدار نمیشدند، نماز را نمیخواندند. نماز عزیزان علی الاطلاق از خطرناک ترین حدود الهی است. نماز حد فاصل بین ایمان و کفر است. در مورد زنا میدانید الله چی میگوید؟ انه کان فاحشه و ساء سبیلا. زنا کار بسیار زشت و نفرت انگیز است و راه بد و گمراه کننده است. عاق شدن از پدر و مادر جرم کلان است. رباخوری جرم کلان است. شرابخوری جرم کلان است. آیا میدانید که ترک نماز از همه اینها جرم بزرگتر است و گناه بزرگتر است؟ چون ترک نماز در واقع منهدم نمودن دین است. گویا که دین را منهدم کرده اید، چون نماز ستون دین است. وقتی که ستون دین از بین رفت، دین از بین می رود. چرا؟ چون فرمود صلی الله علیه و سلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نمیتوانم این را دیگه قسم توجیه بکنم. من آنچه که رسول الله گفته است به شما میگویم. فرمود عهد و پیمان در میان ما و آنان نماز است. کسی که نماز را ترک کند کافر شد. شاید بگویید یه قدر سخت نگیرید، الله غفور و رحیم است. بله الله غفور و رحیم است. خب برای چه کسی؟ برای کسی که به طرف الله روی بیاورد، برای کسی که توبه بکند. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. به بندگانم خبر بده که من غفور و رحیم هستم. اما آیه را تکمیل کن، دنباله آیت را هم بخوان. الله چی میگوید؟ و ان عذابی هو العذاب الالیم. یقینا عذابم هم عذاب دردناک.